همه مشکلات و بیماری هاتون رو به اعصاب و استرس ربط ندید. خیلی میشنوم که میگن آیا اصلانی قند خونم عصبیه، معده‌ام عصبیه، ریزش مو دارم به خاطر اینکه استرس هم زیاده، چاق شده یا لاغر شده، درد مفاصل و کمر داره، خواب خوبی نداره. همه اینها رو میان افراد ربط میدن به استرس و اعصاب. عزیزان، استرس و اعصاب بیشتر تشدید کننده بیماری هاست، نه به وجود آورنده بیماری ها. انقدر قرص آرام بخش نخورید. سبک زندگی شما مثل تغذیه‌تون، خوابتون، تحرکتون که دست شماست و قابل کنترل و اصلاحه، اینها نقش بیشتری داره. و البته حالا مواردی که خیلی نمیتونیم کاری براش بکنیم مثل آلودگی آب و هوا و حتی شغلتون. اگر مزاجت رو نمیدونی و نمیدونی چه تغذیه‌ای مناسب مزاجت هست، کلمه مزاج رو بفرست و رایگان مزاج شناسیشو و راهکارهای مورد مناسب مزاجت رو دریافت کن.